محافظه‌کاران ملی‌گرای لهستان با پیروزی در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه اکثریت کرسی خود در پارلمان این کشور را صاحب شدند. نتیجه های اولیه که رسانه‌ای شده است نشان می‌دهد که حزب قانون و عدالت 49.3% رأی را به دست آورده است. به این ترتیب محافظه‌کاران ملت‌گرا 239 کرسی از 460 کرسی پارلمان آینده را در اختیار خواهند داشت. از سوی دیگر قدرتمندترین حزب مخالف دولت کنونی لهستان که ائتلاف مدنی نام دارد با 27.4% رأی در جایگاه دوم قرار گرفته است. به این ترتیب این ائتلاف صاحب 131 کرسی در پارلمان آینده خواهد شد. انتظار می رود که حزب قانون و عدالت به رهبری یاروسلاو کاچینسکی با کسب اکثریت مطلق در پارلمان برنامه خود برای اصلاحات دستگاه قضایی، نهادهای فرهنگی و بخش بانکی و انرژی لهستان را پیگیری کند. حزب چپ لهستان در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه موفق شد با کسب حد نصاب لازم بار دیگر پس از 4 سال بیرون شدن از پارلمان در کرسی‌های پارلمان جا پیدا کند. راستگرایان افراطی با گرایش ضد ساختار نیز توانستند 13 کرسی را در پارلمان به دست آورند. کمیسیون انتخاباتی لهستان اعلام کرده است که در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه لهستان 61.1% انتخاب کنندگان شرکت کرده اند. محمد جان سفرزاده رهبر سازمان مکالمه اوراسیا که در لهستان به سر میبرد در پاسخ به سؤال پیام که قوی تر شدن حزب قانون و عدالت، محافظه‌کاران ملی‌گرای لهستان و پیروز شدن آن در انتخابات چه تأثیری به مهاجران تاجیک دارد گفت: این حزب با سیاست‌های ملت‌گرایانه و شعارهای ضد مهاجرت سال 2015 با 37% آواز انتخاب کنندگان روی کار آمد. اما در این 5 سال بیش از 17,000 مسلمان را به لهستان راه داد و از جمله بیش از 3,000 تاجیکستانی وارد این کشور شدند، چون در کشورهای دموکراتی هیچ حزب نمیتواند خلاف نظام موجود عمل کند. و این بیشتر از اینکه مهاجران را نگران کند خود مردم لهستان را نگران کرده است، چون حزب حاکم در صدد تغییر قانون اساسی و قوانین دادگاهی است و نگرانی مخالفین از این است که اینها میخواهند دادگاه‌های مستقل و دادستان‌های مستقل و قاضی‌های مستقل را از بین ببرند. بیشتر آنها را نگران کرده است. اما تاثیرش بالای مهاجرین تاجیک به نظر من بالاخره لهستان جزء اتحادیه اروپا هست و برنامه برای برآمدن از اتحادیه اروپا ندارد. بنابراین قوانین کلی اتحادیه اروپا، عهدنامه‌ها و پیمان‌هایی که امضا کرده است را رعایت خواهد کرد و تأثیری چندان بالای مهاجرین تاجیک یا پناهجویان تاجیک نخواهد داشت. البته یک تندنسی دیگر هم هست در لهستان که اینها میگن ما ضد پناهنده ها هستیم نه ضد مهاجرین. اگر کسی کارگری مهاجری باشه میگن مرحمت کار کنند چون نیاز به نیروی کاری ارزان دارند.